علم اگر برای امرار معاش باشه، خیلی ارزش علم رو پایین آورده، ارزش خودمونم پایین آورده. تنها چیزی که خداوند پیامبر گفته تقاضای مزید بکن فقط علمه و قل رب زدنی علما. انگیزه هامون رو تقویت بکنیم، از این خوشتیبتر و خوشگلتر میشید. باور بکنید لقمان حکیم اسم شنیدید، پیامبر نبوده ولی معروف بین خودمون به لقمان حکیم. قرآن سوری درباره‌اش چه ثبت کرده و داستانش و نصیحتش نسبت به فرزندش. میدونی چه شکلی بود؟ یک سیاه پوست زنگی بود، مثل تو سفید و به ظاهر خوشگل نبود، اما علم و تواضع و خدمت، کسب علم برای ایجاد توسعه و تعالی و ترقی در جامعه. انسان شاید معلم بشه، شاید هم بهش بگن استاد، اما نه هر معلمی و نه هر استادی تو دانشگاه مربی است. تفاوت معلم و مربی میدونی چیه؟ معلم به کسی میگن که یک سری اطلاعات رو منتقل میکنه به مخاطبینش، خلاص مأموریتش همینجا تمام شد. ولی مربی به معلمی میگن که همراه انتقال اطلاعات به متعلمین و مخاطبین نفوذ معنوی تو اعماق و ژرفای دلشون داره. به اون میگن مربی که نسل رو تربیت میکنه. اما اونایی که کلمات خشک بیروح رو منتقل میکنن تو مدارس دینی یا تو جامعات و تو دانشگاه ها و تو مدارس، ولی نفوذ معنوی ندارن تو مخاطبینشان. شیخ زیایی یک مربی بود، معلمی که نفوذ معنوی و احیاگری تو یک برخورد طرف متحول میشد، تو یک برخورد و یک نگاه. وقتی پذیرش دانشگاه منو در مدینه گرفت، به من گفت پسرم میگیره برو. من این پسرم رو فراموش نمی کنم. شما تو دانشگاه هستید، اساتیدتون رو میشناسید، خیلی از شما دانشجو طلبه هست، معلمین خودتون رو میشناسید. انگیزه هامون رو خدایی بکنیم و اقدام برای تبدیل به احسن بکنیم و شکوفایی. خدا چه کار میکنه؟ خدا وقتی تو تصمیم تو گرفتید، نیت یعنی تصمیم گرفتن دیگه، وقتی تصمیم تو گرفتید و قدمش رو برداشتید، خدا بهت برکت میده. من دیشب اجلاس پارلمان اروپا رو تو اخبار نگاه میکردم. یه جایزی هست اسم جایزه سخاروف که نلسون ماندلا و کوفی عنان و امثال هم گرفتن، اما این جایزه امسال دادن به دختر پاکستانی به اسم ملاله، اونی کسی که برای آموزش دخترها در منطقه سوات پاکستان که تلاش میکرده که یه روزی از مدرسه می آمده، از ماشین سرویس که پیاده میشه گلولی میذارن تو سرش که اونو چیکار بکنن؟ به قتل برسونن، ترور بکنن، ولی نجات پیدا میکنه. دیشب صحبت هایی میکرد در پارلمان اروپا، پدرش هم معلم بوده، در کنارش نشسته بود که کل های حقوق بشری و دلسوز و مهربان دنیا همه جمع شده بودن اونجا. اونهایی که جایزه صلح نوبل گرفته بودن و شخصیت های بزرگ بودن، کسانی که برای تعلیم و تربیت واقعا جانفشانی و
فداکاری کرده بودن. این دختر پاکستانی با اون لباس پاکستانیش و اون روسریش جمله شو با این جمله آغاز کرد: بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت هایی کرد که مدیر این اجلاس بلند شد و شروع به کف زدن کرد. من کاری ندارم که حالا این مسلمان باشه یا غیر مسلمان، ولی یک دختری که جانانه وقتشو گذاشته بود، اصلا تو ذهنش نبود که یه روزی این جایزه بزرگ از پارلمان اروپا میگیره با حضور این همه متفکرین و شخصیت های تأثیرگذار در جامعه. ولی چون به خاطر خدا کار کرده بود، خودش هم اصلا عین خیالش نبود که این جایزه بشه. همونجا این جایزه رو به دانش آموزای چه محروم و بی‌بضاعت چه اهدا کرد. همون لوح تقدیرشو 50,000 یورو هم جایزه نقدی بود. رئیس این پارلمان اروپا میگفت ما از صحبت‌های مفید تو داریم درس میگیریم و بلند شد شروع به کف زدن کرد. این بهش میگن جس.